وقتی که اشک مادرها در روی چشماشونن شما اید کنید، شما جیب سوار شوید، خانه‌های بلند سازید، تاجیک گویید که 200 کشور دنیا بشناخت، تاجیک بله بشناخت، تاجیک شناخت، ولی تاجیک با آن همین منوال شناخت، با آن همین مادرایی که اشک چشماشون در روی و مجبورند در 6 سالگی بیان در اینجا شکتور زنند، غلام شوند. حالا ما مردیم، ولی مادرای ما چه گناه دارند که مجبور شدن بیان در این روزی سخت در اینجا قرض کنی کنند؟ به خاطر چی؟ به خاطر که در بلنیس‌های تاجیکستان هر کی اگر درآمد، اگر مردش نبراید که در تاجیکستان از مرده هم در بلنیسه پول میگیرن. از مرده، پدر من مرده بود در بلنیسه قربالا، پدر من مرده بود، $300 از من اونجا گرفتن دکترها، $300 برای پدری که مرده بود، ما را خبر نکردن، در تگ اپارات بود، $300 از من پول گرفتن که دارو میخریم. وضعیتش وضعین است. در شبکه‌های اجتماعی و اینترنتی آگاه شدم که به نام عزت امان دامله‌های کشور عزیزمان را با نادانی و بی‌سوادی تهمت زده، آنها را مرده‌شوی و دیگر بر گپ‌های پس زده است. آیا عزت امان که خود را با سواد دانا می‌گیرد که از چند دولت دیپلم گرفتم، از ایران و از دیگر دولت‌ها نام گرفته گپ می‌زند، امروزها باز عالمان ما را جاهل و مرده‌شو گفته مسخره بازی می‌کند؟ خود آواره فتنه‌بازی، جنجال‌بازی در بین تاجیکان است که من 10,000 آدم دارم و در سطح‌های اینترنتی هر روز نیست که گپ‌های عزت امان و هوس‌داران آنها را منشنویم. آخر مجبور شدیم که پیش مردم خود نشسته فهمانیم که دیگر ما مردم تاجیکستان خواهان آن نیستیم که سال 90 رو باز بالای سر خود بیاریم، زیرا اینکه ما مسلمانیم، تاجیکستانیم، هر یکی ما پیش یکدیگر حق داریم. برای همین از برادران، از خواهران، از همه هموطنان خواهش میکنم که به سخنان عزت امان و با کسانی که بدی این دولت ملت را میخواهد گوش ندهند، همه وقت به دیگر دوست، برادر و در خدمت همین وطن، در خدمت همین خلق باشیم. در حقیقت عزت امان علم را گرفته است، لیکن از آدمبری دور است، زیرا به هموطنان خود، برادران خود، حتی استادان خود هم خطا نمیکنیم که همه جوانان جمهوری در پیش همین دامله‌ها، در پیش همین کارمندان دین تحصیل میگیرن، تعلیم میگیرن، آنها را بی‌سواد مرده‌شو گفته تمسخر و مسخره کرده است. از این فهمیده میشود که با آدمبری نرسیده است. که 5 وقت نماز رو در آنجا میگذاریم. همه‌مان بچه‌های جوان هستیم، اما کلانسال‌هان یگان تعشم به مسجد نمی‌آیند. آنها میگویند که مولای شما کودک بسیار را در مسجد جمع کرده است، گفته از ما جوانان نفرت می‌کنند. از شما داملای محترم خواهش داریم که نسبت این مسئله روشنی اندازید و حقیقتش را بر ما گویید که آنها حقاً یا ما. باز یک مولای کلانسال در گذرمان هست که تماما به مسجد و نماز جماعت نمی‌آید، ولی در توی معرکه‌ها برآمده حافظی می‌کند. از شما خواهش داریم که نسبت این کردار این ملایمان به ما حقیقتش را فهمانید. بعضی آدمان میگویند که این خیل ملا را از عقیبش نماز خواندن درست نیست و در وقت مردنش زبان او را باز دارید که کلمه طیبه را نتواند گفته. این یگان حقیقت دارد یا نه؟ از شما خواهش داریم که ما را با پررگی فهمانید. با احترام یک گروه جوانان حقیقت جوی و مخلصان اشدی شما. خدای مهربان نگهبان شما باشد. در مسئله پیش در آمدن گفته بودیم که رسول اکرم گفته بودند 3 طایفه هست که لعنت خدا بر اونها هست، که یک تای اون کی بود؟ من اما قوم و هم له کارهون. یک کسی هست که ملا امامتی میکند در صورتی که مردم از او راضی نیست. مردم به چی گونه راضی نیست؟ مثل که کردارای ناخوب دارد، لکن چیکار کنیم که زمانه همچنان انسان آورده است در منبر جا کرده است.
اگر همچنان انسان اگر امامتی میکند یا ملاگی میکند یا واعظی میکند، البته لعنت خدا بر او میرسد. والاولا بالامامت اعلم بالسنه ثم الاقرا ثم الاورع. عباره های مختصری ما و شما چی میگوید؟ میگوید کسی حق امامتی دارد که اولا عالمی به سنت باشد، از مسئله و مسائل درکدار باشد، از حرام و حلال خداوند آگاه باشد، به سوی حرام کرده های خدا میل نداشته باشد، انسان یعنی پاکیزه باشد، پرهیز داشته باشد، اون کس حق امامتی دارد. لکن در حق اون جوانهایی که به مسجد می آیند، البته بسیاری کلانسالهایی هست که در این مسئله زید هستند. وقتی می بینند جوانهای خرد به مسجد می آیند نافار می شوند، حالان که پیغمبر خدا به ما و شما وصیت کردگی هستند که شما دستهای کودکاتان گرفتن به مسجد برین تا که اونا آموخته شوند، تا که اونا انبوه مسلمان ها را ببینند، تا که مثال دل و وجود اونها به یک ایمان و به مسجد عادت کنند. این یگان جای زلال ندارد. کودک در مسجد آمدن افتخار است. آخه برای چی منشان کنیم؟ برعکس ما و شما تیزک کنیم، برعکس ما و شما دل اونها را باز چکار کنیم؟ پرتر بسازیم، تبلیغ خوبشان کنیم تا که تمامشان آمده در مسجد بخوانند. و اون کلانسالهایی که به مسجد نمی آیند، خیلی اینا حالشان به خدای خودشان حواله. می آیند نمی آیند، کسی که البته می آید ثواب می گیرد. رسول اکرم میگه اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان. وقتی شما میبینید که یک برادر در مسجد حرکت دارد، خواه برای ساختمانش است، خواه برای 5 وقت نمازی با جماعت است، شما گواه باشید که او کس ایماندار است. آدم ایماندار مسجد می آید. السلام علیکم دامله عزیز و مهربان، من از شما خواهش میکنم که به سوال من پرره جواب گردونید. من زن هستم. مرا پیرم 1 هفته سبق داد و او را پدرش دیگر اجازت نداد. من خودم خواندم و حاضر کتاب قرآن را میخوانم. آیا این روا هست یا نه؟ من خواندن را دوام بدهم. البته خواهر عزیز، خواندن دوام دادن در کار است. هیچ وقت از خواندن طلب علم در گردن مرد و زن فرض است. خواه پیر است، خواه جوان است، در گردن همه ما و شما طلب کردن علم فرض است. باید که ما و شما البته به البته علم طلب کنیم. یعنی یک مقدار خوانده باشیم و پس از پیش خود دوام دادن بگیریم، این ناجایز می شود. همه حرف قرآن، همه آیات قرآن باید که از پیش استاد بگذرانیم، باید که طبق تجوید قرآن بگذرانیم. بعد ما و شما حق داریم که قرآن در هر جا که باشد خواندن بگیریم. هیچ وقت از تعلیم علم باز نیستیم. سراغ کنیم در کجایی که اگر یک شخص تعلیم دادگی است، البته رفته درس بگیریم. السلام علیکم داملای عزیز، آیا شراب را نوشیده به مسجد آمدن جایز است؟ آدمی شراب نوش ایمان ندارد. آخه ما با شما گفته بودیم آدمی که شراب گفته مقصد نمی عرق است. شراب گفته تمام همین نوشاکیار هم شراب میگن، لیکن مقصد ما همین عرقی که می نوشن که خداوند و جمعیت ما و شما از او بیزار است. همین در نظر دارم که انسانی که عرق نوشید، ما برای شما این صحبت کرده بودیم که ایمان ندارد، برای آمدن مسجد چی معنی دارد؟ آخه حتی حدیث پیغمبری خدا بود من زنا او شرب الخمر نزع منه الایمان کما یخلع انسان قمیصه من رأسی. رسول اکرم گفته است کسی زنا میکند یا عرق می نوشد، ایمان از وجود او گرفته می شود. مثل چی؟ مثل که انسان لباس خودش از بدنش بدر میکند، بیره میگذارد، مثل همه ایمان از وجودش دور کردگی است. برای او مثال نماز جنازه و برای او نماز 5 وقته و برای او مثال مسجد آمدن چی معنی دارد؟ السلام علیکم داملای عزیز، جنگ داختن سگها درست است یا نه؟ و ما پرتر فهمونید. جنگ داختن سگها حرام است. در اسلام حرام است جنگ داختن سگها. حتی نظر کننده هم مثل کننده است. کسی که نظر میکند، کسی در همون مجلس اشتراک میکند، مثل همون کننده ها است. اونا که روسیا هستند، لیکن تماشا کننده